نوروز سلطان آمده، گل در گل است، گل در گلستان آمده، بادا مبارک بر شما. ما از اشعار مرحوم ناظم دنبولیدی هم استفاده میکرد. ناظم یکی از شاعرای خوب دنبولیدی بود. بسم الله الرحمن الرحیم. من رفیع ادیبی هستم، متولد روستا. تحصیلات ابتدایی ما هم همینجا بوده. دوران دبیرستان و چند سالی اومدم دنبولید، بعد رفتم شهرک و آخرین سال تحصیلیمون که دیپلم بود 12ام، چون طالقان نداشت رفتم تهران دبیرستان علامه. امام زکریا قرن ششم اومده اینجا و احتمالاً اون موقعی که او اومده اینجا ده شکل گرفته بوده که اومده اینجا و امامزاده و یه سنگ‌هایی هم در اومد. اینا نشون دهنده این که میراش قدمت چیزش بالاست. یعنی یه سنگی در اومد که ظاهراً خونده شد 301 و 301 بعد با مشخصه اسلامی سنگ 4 گوش بود، 8 زلی به اصطلاح. یه زلش که رو زمین میخوابید، اطرافش نشانه های از چیز بود. اینا از میراش اومد. خیلی ها میرفتن برای شمال برای تدریس به اصطلاح. من یک کتابی نوشتم، تو اون کتاب نشانه کردم که گیلان مدیون فرهنگ بالای طالقانه. حالا نه تنها از میراش هم 2 گروه میرفتن، یه سری برای تدریس، یه سری هم برای کارهای مثلا کشاورزی و معماری و بنایی و اینا میرفتن. کجا میرفتن؟ میرفتن شمال. طرفای گیلان، طرفای گیلان، رامسر و ارزم بزرگ شما، این منطقه گیلان، بین گیلان و مازندران. بله. آره. مدرسه 1326 2 سال به صورت موقت توی خونه یه نفر به اصطلاح اونجا کلاس تشکیل میشد. آقای مرحوم حاج صفت الله ادیبی بسیار مرد محترم. خطشو اگه من نشونت بدم کیف میکنه، به خط معروف بود. اینا 2 سال اونجا بود. سال 1328 مدرسه فعال شد. مدرسه با پول عمومی زمین و اینا ساختن و تحویل آموزش پرورش دادن. در واقع افتتاح مدرسه 26 بود. بستنش ساخت. تعطیل شدن مدرسه هم 1356. یعنی ما 30 سال مدرسه داشتیم. 56 1-2 سال همینطوری بقول طالقانی‌ها به زور با خواهش و تمنا مدرسه رو نگه داشتن. با 5 تا شاگرد، 2 تا شاگردم، 2 تا اسمم از آرتون آوردن اضافه کردن که 70 بشه که به اصطلاح مدرسه از اون حد نصاب نیفته. مرحوم حاج دهشیری هوای ده ما رو داشت. بله 26 افتتاح، 56 تعطیل. و که آخرین مدیرمون یه خانم لیلا شاستینی بود که هنوزم هستن. غذای سنتی شیربرنج، تلیارداش، یه چیزی بود تلیارداش، گاودانه امروز میگه. اونو بسیار مقوی بود، ولی دیگه وقتی خود تولید اون به اصطلاح از بین رفت، خود اون غذا گاودانه چیزی شبیه عدس منتها 3 ضلعیه.
اون خیلی قوی بود ولی خیلی تلخ بود. بعد دونه ها رو به اندازه یک کیسه مثلا 10-15 کیلویی میریختن تو آب، یک هفته میریختن تو کیسه، یک هفته این کیسه رو میذاشتن توی آب، مثل اینکه چی رو میخوان آب گوشت درست کنن، قبلا نخود لوبیا رو آب میندازن که آب عوض بشه، مثلا چیز آره هم خیس بخوره هم باده به اصطلاح اون غذا از بین بره. آره نفر. بعد اونم میذاشتن توی مسیر دره آب رو چشمه، اون تلخیش گرفته بشه، بعد میکوبیدن آرد میشد به وسیله دست آسیاب‌های دستی که در طالقان زیاد معمول بود. اون یکی از اون غذاهایی بود که خیلی خوشمزه بود و خیلی بعد برنج که دیگه بسیار کم بود، مگر اینکه مثلا به قول قدیمان گفتن این عید اون عید، مثلا حالا میرفتن از شمال می آوردن برایش دیگه مثلا بلغور دیگه، بلغور که دیگه مشخص و نون و پنیر و سیب زمینی پیازدا و این نون از اینایی که میزدن تو تنور ما داریم هنوزم هفته یه بار ما خودمون پخت میکنیم. بله. چی بهش میگین، کلاس یا قاق؟ ما میگیم کلاس. کلاس و فتیر هم داریم. فتیر میراشی ها به اون تهمانده های نون که به اصطلاح دیگه نون نمیشد یا برمیگشت از تنور، اینا رو برمیگردن تمیزش میگردن، طور قشنگ مچالهش میگردن، بعد اینو میزدن به تنور رو میپخت، اون یه چیز خیلی قشنگی میشد. من اونو معمولا شیر داغ میکردن، میذاشتن اون تو، یه چند مثلا 10 دقیقه یه رو نم میگرفت، اون یه غذای خیلی خوشمزه. نون و کلاس و فتیه. نوروزی از حسن جون نوروز سلطان می اومد، اسمش سلطان علی بود، نوروز سلطان می اومد، 7-8 روز مونده به عید می اومد و تمام خونه دور اون شعرم معروف بودی، نوروز سلطان آمده، گل در گل است، گل در گلستان آمده، بادا مبارک بر شما. اینو میخوندن و مردم کمک میکردن. این مقدمه به اصطلاح ورود سال نو بود. روز عید، اولین شب عید، افراد میرفتن چراغاشونو، امامزاده زکریا خادم چراغ روشن میکرد، فانوس روشن میکرد یا گچ‌دوز روشن میکرد، میرفتن با کبریت از اون نور میگرفتن، چراغ خودشون رو روشن میکردن، میآوردن ده که به این معنا که ما از اونجا داریم نور روز اول همون جمع میشدن، بعد شروع میکردن به عید گردشی. اول میرفتن خونه بزرگا، اولین خونه محل به اصطلاح توجه بزرگ ده بود که اگر کسی با هم اختلافی داره برن دوتاشونو بیارن اونجا. در همون زمانا تعیین پاکار، نیاز به توضیح پاکار چیه؟ پاکار کمک کدخدا بود. احسن، نیروی اجرایی کدخدا در واقع قوه مقننه بود، این قوه مجریه بود. بعد اونجا پاکار، گوگلوان، مالوان، حمامی اینا رو تعیین میکردن. این عوامل اجرایی ده رو در همون مراسم ها تعیین میکردن. حمامی تو ایام نور، تو هم گردش های نوروزی، حمام مزدش چجور باشه، پاکار مزدش چجور باشه، کسی که گوسفند میبره گوسفند مزد، اینا رو تمام مصوبات رو تو همین 3-4 روزه ردیف میکرد. یه پیرزنی بود خیلی خدا رحمتش کنه، اون با یه سینی پر از شکلات و کشمش اینا، اون مسئول دعوت خانم ها بود، خونه به خونه میرفت میگفت که فردا شب عروسی پسر فلانی با دختر فلانیه. بعد یکی مردانه میرفتن، بعد ایشون به اصطلاح دعوت میکرد، اومد عروسی که شب عروسی که خب طرف داماد بود، فردا نهار معمولا عروس سر غذا میداد، اینا طرف عروس غذا میدادن. بعد شب هم خب داماد مثلا دستبرار داشت، 2 محافظ داشت، عروسی میفرستادن، داداش کوچیکی عروس مثلا مثل من که خواهرم یه مثلا نونو میبستن توی پارچه نازک قشنگ، میبستن به کمر عروس، به این معنا که این داره نون خودشو با خودش میاره. اینا آدم. بعد مثلا سنت های دیگر هم داشت که باید داماد عروس قدم میذاشت، تا نصف راه عروس رو خانواده عروس می آوردن، از نصف راه حالا یک کمی کمتر زیادتر داماد، حالا یا دایی داماد یا عموی
داماد می اومدن عروس رو تحویل می گرفتن. یه آهنگی بود من قدیما یادمه که طالبانی‌ها دوست داشتن تو عروسی میخوندن میچشمانی سو از ابلاکو. اینو شما شنیده بودی؟ آره از ابلاکو بس آهنگ آره احسن به آهنگ شمالی بود و بعضی از واژه‌هاش خوب فرهنگ ما با شمالی ها خیلی نزدیک بود و انقدر رفت آمده. شب‌های عاشورا روستاهایی که هیئت می آوردند و بعد دنبولید، آردکان، گلینک، فشندک، زیدشت، حسن جون، این روستاها می اومدن میراش شب عاشورا. جدیدن سوهان هم اضافه شد و می اومدن و عرضم بزرگ شما مرثیه میخوندن. مرحوم خدا رحمت کنه مرحوم مدیر رضاخانی از مرثیه خوانای خیلی خوب دنبولید بود. ما از اشعار مرحوم ناظم دنبولیدی هم استفاده میکرد. ناظم یکی از شاعرای خوب دنبولیدی بود. قواس مرحوم هم قواس رفت اومده بود دنبولید به ناظم گفته بود ناظم چقدر تو فکر دنیا و چقدر تو تلاش میکنی. دوتا چون شاعر بودن گفته بود که ناظم تا کی تو باشید در تلاش. ناظم من جواب گفته بود این تلاش من بود بهر معاش. بالاخره شاعرها با شعر جوابی دیگر میداد. آذر ماه سال 1376 آسفالت ده ما از ما میگیم پل لاهوتی، پولی که از آردکان احسن از اونجا 76 آسفالت شد. بعد به خاطر مثلا سد که زدن تغییر مسیر دادن از گلینک اومد. خادمی که در مسجد خدمت می‌کرد، خادمی که شورا و پاکار بوده، خادمی که از بیرون مثلا مسجد رو حاج حکمت الله ادیبی بخش فرهنگی کبل حبیب الله رو دنبولیدیان او رو به عنوان یک شخصیت مذهبی و متدین قرآن 3-4 تا قرآن نوشته. کبل حبیب الله عرضم بزرگ شما و آقای پروفسور ادیبی که آب به اصطلاح سفیداب و او آب آورد و هم برای دنبولید و میراش 5-6 تا روستا. علی روستایی، غضنفر ادیبی، عرضم بزرگ شما علی ادیبی، اینا در واقع حالا در بخش مسجد حسین ادیبی، محمد وردی ادیبی، ما هم در کنار اونا در مسجد فعالیت میکنیم. برق مثلا فرض کنیم که محمود شاحسینی برای برق روستا خیلی زحمت کشید. داریم توی روستا کسی که پسرش از پدرش بهتر باشه؟ بهتر بدتری رو بر اساس این سری مسائل اخلاقی از مورد ایمانی فاکتورهایی که 3-4 تا فاکتور ذکر بکنیم. داریم خانمی در میراش که از مادرش بهتر باشه؟